Ассаламу алайкум ва рахматуллоҳ. Бародарои азиз, ячи маҷбурам кардам ин видео рафтун бикунам, партом дар ютуб бибинем, ҳамон номардо бибинан, номардо. Дар ютуб як видео дидам нав, як занака меқаванд дар мошин. Мега барои чи ресторан рома танц кардӣ, барои чи пива хӯрдӣ? О мегӯяд ки хамара фирӯз овар, гапа мегрезонанд, о метарсанд, ҳамон занака зулм кардесанд, камераш кардесанд, ҳамон занака тоҷика шумо камера карден, ман шумода хитоб дорам. ҳамон занака камера карден, фикр накарден ҳоли ҳамон занака чӣ мешавад? Ай Аллоҳ, наметарсен шумо? Бага ҳамон занака ки мегира баъд? Бага агар шуам кунад ҳамон видеоро бибинад дар ютуб ку, ҳамон занака бо талоқш мекунад. вақте мепурсаш барои чӣ омадӣ кор? мега коркунӣ омадам Тоҷикистон. Зана мега ман коркунӣ омадам. бо ин марда мега ки о маладес, хуш омадӣ. На маладес, о коркунӣ омадӣ, маладес. Ту бояд нангат бияе, ту бояд обои чашмат бирезад ки зани тоҷика бинӣ ки Россия коркунӣ омадеса. Байлатай сафез. мо марда ки дар Россия қадар азоб он метан кофиро, ин занака ҳолиш чӣ мешавад? Ту чӣ ба камераш мегӣ занака мепардозӣ? Ту обрӯи миллати тоҷика бу резонде шумо, мефаҳмед? بعد میگه که ما رو ازبکو دشنا میکنن، ما رو چچنشان میکنن. سبحان الله، خودتون شرم نکردین. بعد ازبکو دشمنتون میکنن، چچنشان میپروننتون، میکشنتون، داغستانو شایز، قرغیزو شایز، قزاقو شایز، شرم نمیکردین. او برو ما رزونده. نه توجیکی بدبختی که توجیکا برای کار فرمان دادیس اروز دادیس پرون داده پوش. توجیکی خود شکلتا به آبرو کردیسن. خمونا به آبرو کردیم. البته که به قدر میشیم دیگه. در کجای بریم دیگه به قدریم دیگه. در یوتیوب پرده زنک توجیکا که جدا ناموزی تو مسلمون هم خیلی کار میکنه. حضرت عمر وقتی که خبر آمد که یک زن پادشاه روم گرفته اسیر گرفته استش، حضرت عمر نامه نویس. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه از عمر ابن الخطاب به سگ روم. این زنی مسلمانی تو اسیر گرفته‌ایش آزادش که اگر آزادش نمی قسم به الله آنچنان لشکری میکنم که اولش در پیش قصیده آخرش در مکه و مدینه. میگوید آنچنان لرزش که در حال بگیرین زن آزاد کن برو. نه اینا مردی میگن. شما زنه که میگین کامera میگین در یوتیوب میپرتون، اخلاق نمیترسین شما. تو باید میفتی کامراش نمیکردی، تو عقل نداری تو. حضرت سعدی تن کلان سالی نیست، کلان عقلی است. باید نگو که من کودک تر نصیحت کردم. کلان عقلی است گو. اگر عقل نداشته باشی، من تو میفهمونم که چوک میکنی باید. تو باید اون زنه که میگرفتی نصیحت میکنی. برای چی اومدی؟ چی مجبور کردی از چی اومدی؟ چی پرابلم داری؟ شو نداری؟ برین شوش بکوین. یا شو مسلمان شوش بتین. آهای سبحان الله، شما چو کردین؟ زنی توجیه کردین به آبرو کرد پرفسه. تو خواه ریخته کامera کرده. درک دارید تو گو خواه ریخته کامera کرد در یوتیوب پارت افتی. تو زنه کنه. وقتی ما ویدیو رو تماشا کردم، نام اون ویدیو بیوه توجیه شرمندگی 2016. این ویدیو دا من برای زنه شرمنده نشد. من برای شما شرمنده شد که شما ما را شرمنده کردین. زنه که نصیحتش میکنی، ای خدا دورای نصیحتش میکنی. این عرق خودی تو عرق بالای نکی گورا. تو به قدر من تو به آبرو میکنه. نصیحتش میکردی. استغفرالله. من ترا خواهر عزیز، اپای عزیز، کسی عزیز من ترا میگم. اگر تو همین ویدیو دیده باشی، عبدالله ابن عمر میگه یک خدمتگارش گناه کرد. در حال ملیسه هم کارگرای حضرت عبدالله ابن عمر دستی کردن این گناهگار آوردن پیش حضرت عبدالله. تن عبدالله گفتن این کارگر گناه کرد. حضرت عبدالله در حال میخواست که آداب بشتید که این خدمتگار گفت ای عبدالله، گفت آیا باری تو گناه نکرده ای؟ گفت بله گناه کردم. گفت خدا تو در حال زد؟ گفت نه نزد. پس با من فرصت من توبه میکنم دیگه نمیکنم این کارا. حضرت عبدالله بخش گفت برا دویم بار با گناه کردم این مرد، با دستگیرش کردم، با آوردنش. حضرت عبدالله بخواست که با آداب بشتید. باز این مرد گفت ای عبدالله، گفت آیا باری گناه نکرده ای؟ گفت گناه کردم. آیا خدا کو بته عذاب داد؟ گفت نه عذاب نداد. و من فرصت داد که من توبه کنم. پس با من فرصت من توبه میکنم، از اصلاح میشن که این کارا نمیکنم. باز سیم بار با همین کنار کرد. باز دستگیر شدم، با پیش حضرت عبدالله آوردنش. حضرت عبدالله گشت نگاهش کرد. این مردی سیم بار گناه کرد، سرش خم و چهره حضرت عبدالله نگاه نمیکنه.
هیچ چیز نمیگه. حضرت عبدالله گفت عمر گفت هر وقت اون سخنی که میگفتی چرا امروز نمیگوی؟ دست هم دستش آورد گفت ای عبدالله گفت قسم به الله گفت شرم میکنم گفت شرم میکنم یکم بار گناه کردم دوم بار گناه کردم سوم بار گناه کردم شرم میکنم که این دفعه با طلب بخشی پرسم تو ای زن از خدا بترس تو امروز این مردم تو را کمر کردن پرتافتن با تو چشم اینا بگریزم با برای گناه کنی تو میگی آدم از آدم شرم کرده تا از خدا شرم که نخواد تو بدون درون رستوران عرق بنوشی تنز کنی تو زنی تو گوهری تو خدا بقدر میکنی قدر شما را اسلام چقدر بالا که شما مادرین با دخترچه داشته ای خدا بترس و شما مردها من شما را میگم ای الله بترسین این خیلی کامرا نکنین نپردین زن توجیکا که جدا ایمان اسلام شما بعد یکی ما را ازبکو داشتن میکنن دیگر رو ای بخیتون میفهمین او قمرده که این شهر بچه این در توجیک بیدین در همین روسیه مسکو توجیک دا فان کرده است کورش میفران سومش نمیتا برای نام ویروس و نام بدبخت را به قبیم بزنین که چی بده توجیک خدا میزنی کورش میفرمانی سومش نمیتی نه اینا مرده میگه شما موژیک هسته همون زنه شما رفته که فیروز مرا آور چی من نمونه فیروز زنه میگیری به قبیم شده شبش کنی با این کوری کهیشی زنه گفته رستوران آورده خانش کرده او شیطان اینسا پیغمبر صلی الله علیه و آله واسه خدا پناه طلب کردن از شیطان‌های اینسی اصحاب حیرت دموندن گفتن ای پیغمبر شیطان از عالم جن میشوه ای عالم اینس خیلی چگونه پیغمبر گفت شیطان در روی زمین شیطان‌های اینسی آنچون در روی زمین بسیار که شیطان جنی اونگونه نیست شیطان‌های اینسی نمیاد میگن زنای توچه رستوران میبرن دیسکوتک میبرن میگن عرق نوشیشو میبرن همین شیطان‌های اینسی ها یک گپ زنی کم داره بگو خدا بده در یه سلفی و خوبین میکن استغفرالله ای الله بترسین نام ملت تاجیک پس نزنید وقتی که بلیط میگیریم وطن میریم تاجیکستان چقدر قبط گوش میگیریم که ما وطن ما میریم پیش زن فرزند پیش پدر مادر تاجیکستان چقدر آباد شده امروز ما به قدر مقدسه یک جا دیگه در پیش سرمون بلند کردن بشه در پیش ازبکو در پیش چچن ساکین خیلی شرمنده مقدسه پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که مسلمان برای مسلمان هم مثل آشیانه هاست امروز یکی متر دی متر سه متر ایش در قوا ایش ایستادگی مسلمان همچنان است همون یکی متر چپک دیگه هم اتاج زتا میزنه امروز شما ما هم خیلی کدسه نخواد تو بخیر زن توجیکا کامera کن در یوتیوب پارتو استغفرالله السلام علیکم و رحمت الله